محمدعلی شریپов راهبری باغ حیوانات دوشنبه از وظیفه سبکدور شد. او 3 سال اخیر راهبری این باغ را بر دوش داشت. سبب رسمی برکناری او اعلان نشد. این تغییرات در حال صورت گرفت که ماه پیش یک بار 2 جانوری این باغ تلف یافت. مرگ گوزن و شترمرغ باران تنقیدها را بر سر مسئولین باغ حیوانات دوشنبه ریخت و موضوع شرایط نگهداری جانوران را در این باغ دوباره داغ کرد. نگرانی ها به حدی بود که برخی ها از این باغ زندان جانوران نام برده پیشنهاد بستن آن را کردند. فعالان حفظ محیط زیست میگویند در پی بی‌مسئولیتی مسئولین باغ و گرسنگی و شرایط بد در 2 سال اخیر جانوران زیاد تلف یافتند. В основном это были птицы. مثلا پرنده ها، بوم، روباه، گوزن، شترمرغ فافتیدند. یک سبب تلف یافتن جانوران هم این بی‌مسئولیتی نگهبان‌های باغ است. آنها در جای خود نمی‌ایستند و آدمان به جانوران بعضا خوراک را در قوطی و سلفان می‌دهند که آنها در معده جانوران بند می‌مانند و در نتیجه بیمار می‌شوند. شرایط نگهداری هم خیلی بد است. در یک قفسی که همگی از چند متر عبارت است، چند جانوری وحشی نگاه داشته می‌شود و آنها اکثرا مادینه هستند که با هم جنگ می‌شوند و زخمی می‌شوند. مثلا 4 گرگ مادینه در یک قفس نگهداری می‌شود که 2 متر مساحت دارد. خرس‌ها هم همین طور 2 تا در یک قفس با 3 متر جای نگاه داشته می‌شوند. Никакой норме не входит. یلنا بخاری‌یوا قریب هر روز به عیادت جانوران می‌رود. او 10 سال اخیر از حساب خود پیوسته به جانوران باغ حیوانات خوراک می‌برد. با مشاهده او جانوران بیمار و گرسنه‌اند. Животные должны питаться 2 раза в сутки. جانوران باید در یک روز 2 مرتبه خوراک خورند، ولی به فکر من در باغ جانوران به آنها چنین خوراک داده نمی‌شود. چون من هم که یک روز بعد به نزد آنها می‌آیم می‌بینم که چطور جانوران به خوراک حمله می‌کنند. Потому как я вижу, что я прихожу через день и мы даем питание. اخیراً سفیان‌هایی که مثل یلنا خواستند به حیوانات کمک رسانند افزود. برای حفظ جانوران باغ حیوانات از سردی و گرسنگی فعالان حفظ طبیعت در دوشنبه اخیراً با تشکیل یک محفل برای جانوران مبلغ جمع آوردند. مخصوصاً به جانوران کمک کردند در کار تا سالم باشند تا که شرایط جای نگهداری آنها خوب باشد و بنابراین ما هم فکر کردیم که در یک جایگی می توانیم مبلغ جمع آوریم و کمک رسانیم. باغ حیوانات دوشنبه را سالهای 60 عصر گذشته ساختند. در این باغ حالا بیش از 1000 جانور نگهداری می شود. سالهاست جانورشناسان برای از نو ساختن باغ مطابق به معیارهای زمانوی صدا بلند می کنند. اما تا کجا با تغییر رهبریت باغ وضع جانوران تغییر خواهد کرد سوالی وقت است.